درود به رفیقام، چطورید بچه‌ها؟ سردار هستم و امروز یه ویدیوی هیجان انگیزی داریم. قرار فری استایلای شما رو ببینیم. می‌خوایم ببینیم که امروز بچه‌ها چیکار کردن و با هم دیگه راجع به کارشون نظر بدیم. شاید بگی خب اسکل الان فقط تو داری نظر میدی، ویدیوی توئه. نه، شما هم تو کامنت ها باید صحبت کنید در موردش. اینجا همگی با هم در مورد کارمون صحبت می‌کنیم. چند روز پیش استوری گذاشتم، گفتم که آقا اجراهاتون رو بفرستید بیاد. اجراها خیلی زیاد بود بچه‌ها، واقعا تعدادش رو نمیدونم. دمتون گرم بابت همکاری اولا. و اینکه من نشستم انتخاب کردم اونایی که کیفیت صدای بهتری داشت، کلمات واضح‌تر بود و اجراهای مورد قبول تری داشت و گلچین کردم. تازه همونا هم خودش 30-40 تا شد. فعلا ویدیو نفرستید تا پارت اولو بگیریم، پارت‌های بعدی رو بگیریم. تو هر پارت میخوام 5 تا ویدیو بذارم، با هم بررسی کنیم و بریم بعدی. تنوع اجراها هم زیاد بود. سبکای مختلف داشتیم، آرتیست دختر داشتیم، رپر افغان داشتیم. پس بمالون لایکو که بریم واسه اجراها. خب این ویدیو واسه چیز کلک بازی نیست. دو تا هدف داره. یک اینکه اجرای شما دیده بشه توسط مخاطبا و دو اینکه بررسی بشه، ایراداش در بیاد که بتونید روش کار کنید و پیش برید. بریم واسه اجرای اول. اجرای اول از مهراب داشون با این سیس گنگ. حواسا به من چشم بیا بای زیر پوش و کلا کپی توی بال کنم، ویسکی به دست گل بکسی رو تسکم دنس چه تو مست نگیر عکس نفس سبز بالا نبس فلو لش میشه وقتی حال کنم، جنتل منم برنده نکم خال زنکام برم پی غیبتم، وقتی پیش منی بد محصور میشی اگه هنون پیگیری فن محصور میشی، حالا پله میکنن همه جا ترکای ما رو، اینقدر بالا رفتم پله ها رو نمیبینم ما رو. این سبکو دوست دارم، بیت باحالی انتخاب کردی. ملودیش تو مایه‌های اولد اسکوله، یه پیانوی ساده است و درامز پترنش ترپه. یه سبک فان باحالیه، واسه گنگ انتخاب خوبی بود. ببین اجرات خوب بود، با ضرب مشکل نداشتی، سر ضرب بود. بجز این آخرش که فلو رو تغییر دادی، یه ذره تندش کردی و صداتو بردی بالاتر، دویدی رو بیت. یعنی زدی جلو، جهش کردی، باید آرومتر میخوندی که این فستت هم قشنگ میشست رو ضرب. تکستت هم خوب بود، گنگی بود که توش لاف کتکلفت دروغ شاخدار و اینا زیاد نداشت. مثلا دیدی الان بچه 16-17 ساله برمی‌داره گنگ میخونه از کوک و داف و نمیدونم اسلحه و اینا. بابا تو امتحانای پایین ترم تو حالا خوب بده، بابات یه تفنگ آپاش برات بگیره، با اون تمرین کن، ان شاءالله رفتی تو ژاپن و آمریکا عضو این گنگا شدی، اسلحه دادن دستت، اون موقع میتونی از اسلحه بخونی. ولی اینجا تو داری از کلاکپ و عینک برند تو نمیدونم این که با زیرپوش میری تو بالکن و اینا میخونی. خب اینا منطقیه دیگه، باحاله. انرژی صدات هم خوب بود. ببین بعضیا انقدر با انرژی پایین و فس میخونن که شنونده رو درگیر خودشون نمیکنن. تو رپ باید با اعتماد به نفس، با حس قوی صداتو قشنگ بدی بیرون، مخصوصا تو این سبک که یقه شنونده رو بگیره، ادامه تکستتو گوش بده. انرژی نداشته باشی یارو گوش نمیده. جلو پلاستو سری ببن کول بارو تو ایران همه جوره دارم ورس پشت کارو. آره دیگه تندش کردی، اونجا به بعد یه ذره با ضرب مشکل پیدا کردی. دمت گرم. بریم بعدی. اجرای دوم از پرادا. پرادا دنیا دو روز من عالم توی ثانیه‌اش باشه، وقتی لذت قدرت تو حاشیه‌اش شده، برام مهم نیست که کی کجا برده، وقتی قلمم بی انتهاست و قفیه‌اش پره، یه لحظه به فکر پول و تجملات نیستم، خستم میکنه اوش و تفکر این شهر، دستای سردم و از همه چی کشیدم، ولی انگشت اشارم قلم دورش پیصد سی ندارم بشم، نگاه مشوق در به در، با آرامش ثروتم و تاق زدم سر به سر، من افسوس. انرژی کافی، تکست عالی، اجرای واضح و تمیز کلمات، اعتماد به نفس خوب. اعتماد به نفس واسه اجرا خیلی مهمه ها. اونه که تمام پارامترهای مهارتی تو رو به هم میچسبونه و یه خروجی خوب میده. تو آینده داری پسر، واقعا دارم میگم. دمت گرم. ادامهش. ثروتم و تاق زدم سر به سر، من افسوس میخورم واسه لیلی که وقت و زمانش رو واسه یافتنم کرده خرج، چقدر خستم که ازش گلایه میکنم، تو این سفر من از اون مسافرای بی خودم که بی هدف میان و بی نتیجه میرن، جسمشون رو توی روی کسی فداره میکنن، من حتی چونم هم میکنم نثار این هنر، واسه من نمونده ادامه کلا نه، تو این 2 روز باید تصفیه بشم، چون بعد از مردن دیگه منو حساب نمیکنن، چقدر غم داره این مصرع برام، مدیخ کنن انقدر بی نفرت نباش، این دنیا برات خیلی دردناکه، یکم چشماتو واکن انقدر بی‌دقت نباش، داشت من چشمو بستم به روی ظلم روزگار، در حقیقت غم خیلی کنه تو نگامه، من چشم زیاد این دنیا رو زشت میبینه، مردم اکم چون در چشای جغده روی پامه، هی پر میزنم میرم از این دیار به اون دیار، قاصد کجایی برام کمی آرزو بیار، منم میخوام خوشحال باشم، حسودیم میشه به کبوتر رو دیوار. پرادا.
تو واقعا آینده داری، یعنی اصلا خسته نشو، همینو برو جلو. آفرین. حالا چی باعث شد که این اجرا انقدر خوب بشه؟ 1. اعتماد به نفس. 2. انرژی خوب و دلیوری درست. 3. فلوی خوب و چیدمان درست کلمات. و 4. قافیه‌های قوی. محتواتم غیر تکراری بود یا حداقل با یه فرم متفاوت تری بیانش کردی. اینا همه کار تو رو خاص میکنه. خسته نباشی. بریم واسه اجرای بعدی. اجرای سوم از خواهر خفنمون هلن. کی میدونست که رو گرد خاک میبنده پیمان، رد شب به راست و گردش به سمت انحطاط و وجودی که غلبه کردن بهش و میگن قبول کن این زوالو رخنگی عوضی و سرپنات و بردگ ماورا گذر زمان و اقربگ خیال پگه به سال و دفن سیلان گرد ثبات و مهر انکار فرق گواه و خشم نبوغ شرم غروب و اصل وجود غرق افول و مجذوب نور و ولیکن محبوب دود و احضار آه مخلوق روح و انسان خار مفقود هوش و غول شهود دنبال ماه بی آرشون خون خموش اقبال شاه بی تاج بود. چه جنس صدای خفنی، از اون صدا قشنگاست. و تکست محتوایی که من خیلی حال کردم، این سبکو دوست دارم. فلوت اوکی بود، سر ضرب بودی، اعتماد به نفس کافی هم داشتی، اینا خیلی کارتو خوب میکرد. ایراد کارتو بخوام بگم اینه که تکستت همه جاش تیتروار بود، یعنی کل این چند بیتی که خوندی انگار یه سری عنوان هی داشتی بیان میکردی، جمله بندی محکم و جدایی نداشتی. ببین این عنوان سرایی خوبه ها، ولی برای 1-2 بیت بعدش دیگه خسته کننده میشه. باید از یه جایی به بعد دیگه قشنگ جمله بگی که شنونده بیاد تو کار، بیفته تو جریان شعر تو، پیامت بهش برسه. یعنی جمله‌ای که فعل داره، فاعل داره، مفعول داره کامل، جمله خبری یا جمله پرسشی، حالا هر چی. خیلی عالی بود. صدات، انرژیت، اعتماد به نفست، تکستو خیلی دوست داشتم و همینجوری ادامه بده. دمت گرم. بریم بعدی. اجرای 4 از MC. اوه صفا باشه، هوای برفی و دست به یقه میشم با فکرات تو ذهنم، این تقدیرم بوده یا قسمتتون پر شده از تلخی و نفرت. خیلی وقت یادم میره حتی من اسمم نمیکنه خوشحالم هیچ چیزی خالیه دورم دیگه هیچکی نی. خوشحالم نمیکنه هیچ چیزی خالیه دورم دیگه هیچکی نی. نمیاد خیلی وقت خنده رو لبت، رفیقاتم میذارن دونه دونه تنها، دارم میشن سفید موهای سرت، نمیدن جواب تو خالی باشه دستات، نمک میپاچن زخم تنت، قدم میزنی کوچه ها رو تنها، درد میکنه سرت سمت چپش میره فشار خونت همش بالا، زخمم پاهات، هدفون تو گوشت نیست کسی بات، منفی مودت، خسخس ریه ها توش پر دوده، ساعت میشه 4 نمیری خونه، قرمز چشات همیشه خونه، رود کلی فشار همیشه بوده، خشاب به خشاب میشه خالی. حس اجرا تو خیلی دوست داشتم. ببین الان تو این اجرا رپر یه حالت خستگی و فرسودگی داره که غم بده به صداش. این با اون ضعف توی انرژی فرق داره. اینجا درسته مخصوص دلیوریه که محتاطانه هم باید این خستگی به صدا تزریق بشه. اگه فیک باشه، الکی باشه، اون حسه رو نمیده و میشه همون ضعف توی انرژی که شنونده رو درگیر خودش نمیکنه. ولی این با توجه به تکستش و فضای موزیکش این خستگی رو درست تزریق کرد تو صداش و دلیوریش درست بود. حالا جای کار داره ولی ضعف آنچنانی نبود. شعر از دل بیاد همینه دیگه، دلیوری اصلا خود به خود اوکی میشه. ایراد کارتو بخوام بگم ارتباطت با بیت بود از ثانیه اینم 40 خورده‌ای به بعد که فلو رو آوردی سرعتشو پایین، کلماتو کمتر کردی، یه ذره کلمات آخرتو کشیدی ولی بیت همراهیت نکرد. میدونی درامز بیت و ملودی بیت همون بود ولی تو فلو رو آوردی پایین. وقتی فلو رو میارن پایین یه ذره فسش میکنن که مثلا درامز قطع شه، ملودی خلوت‌تر بشه. اینجا یا تو باید یه قسمتی از بیت واسه این کار انتخاب میکردی که بیت افت کنه، مثلا درامزش قطع بشه، یا اینکه اصلا فلو رو تغییر نمیدادی که اگه تغییر نمیدادی از طرف یک نواخت میشد. پس بهتر بود روی قسمتی از بیت این چنج فلو رو میزدی که بیت هم همراه تو تغییر کنه. این نکته خیلی ریزی بود. حالا ادامش من رو کم کم میشه روشن، واسه دیگه برگردم برم خونم، درد میکنه قلبم ولی میپرسن عالمو، میگم خوبم. یه ذره پایانش هم میتونست قوی تر باشه، حداقل یه پانچ بهتری میزدی یا مثلا یه قافیه چفتری میآوردی آخرش. پس به روند بیت بیشتر توجه کن. در کل خوب بود، حال کردم با حسش، خیلی حال کردم. و بریم بعدی. و اجرای 5 از 3 نقطه که اسمشو نگفت به من، آنلاین هم نشد، حالا اگه گفت تو ادیت میزنم اسمشو.
میگم بمون همین امشب و حداقل بخواب آروم آخرین شب و توی بغلم فکر نکن منم مثل تو تنهایی و بلدم. فکر کنم اینجاش رکورد بود. حالا بذار اسمو نمیتونم بگم پیامی میخونم صدام برسه به گوشه. از وقتی رفتی شدم یه روانی که صدات میپیچه تو گوشش. این تفاهم انگار نداره تمومی، خوابه یا واقعا پلومی. هنو بغل همیم یه گوشه، یهو میخوره ساعت زنگ، سخته که بفهمی همش پوچه. وقتایی که بودی برام بود تراپی کل روزش. هنوزم دوست دارم باشی کنارم، کاش که درست میشد این بارم. فقط با گفتن برگرد با عرض پوزش. زندگی بی تو رو خارشو گاییدم، تو باشی گله نباشی پوچه. هر شب مست دنبالت میگردم تموم شهر و کوچه به کوچه، کوچه به کوچه. یو ایول با بیت خیلی مچ بودی، فلوتو دوست داشتم با اینکه کپی بود، ولی خب بلد بودی چه جوری اجراش کنی. این خیلی خوب بود، دلیوریت هم عالی بود، تکستت هم اوکی بود. ولی ببین رپ فارسی یه هیپاپولوژیست داره دیگه، دومیشو نمیخوایم. تو این استعداد تو بذار واسه اینکه استایل خودتو بسازی. حالا اوله کار این الگو برداریه اصلا هیچ اشکالی نداره. من خودم گفتم به عنوان تمرین بیت رپرها رو بردارید، اصلا تکست خودشونو رون بیت بخونید، انقدر این کارو بکنید تا با ضرب عجین بشید، بدونید که رابطه بین ضرب و کلمه چجوریه. این خودش تمرین خوبه، ولی حواست باشه که همینجوری کپی نمونی دیگه. یه پسر کار برای من فرستاد، حالا برای این نبود، خیلی وقت پیش بود، انگار که تتلو داره میخونه، یعنی آهنگ تتلو رو برداشتی ریمیکش کردی و فقط کلمات شعرش رو عوض کردی، حتی صداش هم بنده خدا جنس صدای همون بود و این شباهته میگفت کار دست من داده. حالا این جنس صدا رو بدبخت نمیتونست کاری بکنه، خدا دادی کپی اون بود، ولی سبکشو میتونست، سبکو میتونی عوض کنی دیگه، استایل خودتو بخون. اولش الگو برداری مسئله ای نیست، ولی در ادامه که مسلط شدی باید امضای خودت تو کارا باشه. دمت گرم، خسته نباشی. خب الان 5 تا اجرا رو با هم دیدیم، واسه پارت بعدی میریم 5 تا اجرای دیگه. میخواستم 7 کنم، گفتم طولانی میشه، حوصله‌تون سر میره. اون اجراهای آخرم دیگه کسی حال نداره ببینه. اگه اجرات فکر میکنی که خوب بوده ولی تو این ویدیو نبود، صبوری کن، تو پارتای بعدی میاد. من سعی کردم کسایی که اول از همه برای من کار فرستادن رو تو پارت اول بذارم. و لایک کن اگه خوشت اومد، منو به رفیقات معرفی کن، مخاطبای من بره بالا، یعنی مخاطبای تو رفته بالا. میخوایم با هم دیگه بیایم بالا و صفا کنیم. عشق کردم با کاراتون، ناامید نشید، خسته نشید. میدونم با این وضعیتی که داریم که دیگه نیاز نیست من شرح بدم چه وضعیتی داریم، ممکنه اصلا هفته یه بار تو خسته بشی، ناامید بشی، بخوای بذاری کنار هنرتو. ولی به این فکر کن که خب انسان با هنر زنده است، بدون هنر تو فقط نفس میکشی. هر چقدر آدم موفقی باشی، پولداری باشی، خانواده داشته باشی، 10 تا بچه بیاری، نمیدونم برسی به اوج اون چیزی که مثلا مامان بابات میخوان تو زندگی، بازم فقط زنده بودی و تولید مثل کردی و مثل تمام موجودات دیگه. این هنره که به زندگیت معنا میده، حتی اگه اولش برات فقر بیاره، برات تو مخی بیاره، برات دردسر بسازه، میارزه. مخصوصا این هنر که وقتی از صدای خودت، از کلمات خودت استفاده میکنی، الهام میبخشی به یه جامعه، به چندین هزار، چندین میلیون مخاطب و میتونی افکار رو آپدیت کنی، فرهنگ بسازی، چیزی رو تغییر بدی. پس تو این راه بمونید و درست بمونید خواهشن. رپر آتشخال دور از جون شما زیاد داریم. دوست دارم چند تا رپر خوب، چند تا رپر محتوایی. حالا قرار نیست هممون معناگرا بشیم، گنگ حذف بشه، نه. تو موزیک دامبولم میخونی، سعی کن به فرهنگ آسیب نزنی. امیدوارم که با هم رشد کنیم و با هم عشق کنیم و ایشالله جشن بگیریم و آینده از آن ما باشه. منو تو اینستا فالو کن، چون اطلاع رسانی، نظر سنجی اونجا انجام میشه. از هیچی نترس، من اینجام. فعلا.